امروز شهرهای شیراز، اصفهان و تبریز هم شاهد تجمع و زد و خوردهایی بین معترضان نیروهای امنیتی بود. این هم تصاویری اختصاصی که برای BBC فرستاده شده. معترضان شیرازی که در حال سر دادن شعار به خیابان آمدند. ساعت 6 جلوی بیمارستان امام رضا جمعیتی از معترضین جمع شده بودن که ما که با ماشین رد می‌شدیم دیدیم حمله کردن به مردم و شروع کردن به دستگیری. عده‌ای فرار کردن به کوچه‌های اطراف و اونها را دستگیر کردن. معترضان خواستار آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران مخالفان حکومتند که از چند روز پیش به همراه همسرانشان در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شوند. به دنبال انتشار اخبار ضد و نقیض از محل نگهداری رهبران مخالفان، امروز سخنگوی قوه قضاییه انتقال آنها را به زندان حشمتیه تکذیب کرده. برخورد حکومت ایران با رهبران مخالفان دولت با اعتراضهای جهانی همراه بوده.